بسم الله الرحمن الرحیم. این یک فیلم کاملا خصوصی و شخصی است که برای شما رهبر عزیزم تهیه کردم. علت تهیه فیلم هم این بوده که حدوداً 1.5 سال پیش، زمانی که از زندان امنیتی 209 آزاد شدم، طی جلسات زیادی که با دایره مذاهب داشتم، اونها به من پیشنهاد دادن که اگر با اونها همکاری بکنم و اطلاعاتی از افراد فعال جمعیت آل یاسین به اونها بدم، اونها به من در دادگاه کمک خواهند کرد و در واقع یک حکم منع تعقیب از دادگاه برای من خواهند گرفت حتما و کار من اصلا به دادگاه کشیده نخواهد شد. از یک طرف هم چون مقدار زیادی پول از شرکام اداره ادیان مصادره کرده بود، قول این رو دادن که اون اموال رو هم به شرکام برمیگردونند و چون اون زمان تحت فشار شدید شرکام بودن برای اینکه من پول رو باید برمیگردونم به شرکام، گفتن که با این کار این فشار مالی رو هم از من برخواهند داشت. اولش راستش بخوام من قبول نکردم، ولی طی جلسات متعددی که داشتم و تحت فشار قرار گرفتم، به هر حال قبول کردم که با اداره ادیان همکاری بکنم و با گرفتن ارتباط با افراد فعال جمعیت آل یاسین بتونم یک سری اطلاعات به دست بیارم و به اداره ادیان بدم و این کار رو هم کردم و یک سری اطلاعات خوب به نظر خودم به اداره ادیان از طرف من داده شد و حتی یک شکایت خصوصی از استاد رام الله کردم و به اونا دادم تا بتونم اونا در دادگاه بر علیه استاد رام الله استفاده بکنن ازش. اما این 1.5 سال که زمانی گذشته ازش رو مرور کردم، دیدم که اونها فقط از من یک استفاده ابزاری کردند و به هیچ یک از مالهاشون عمل نکردند. حتی جدیداً دیگه به تلفن‌های من هم جواب نمیدن اصلا. در صورتی که بعدی ها میخواستم اطلاعاتی بدم، زمانی که زنگ میزدم اگر جواب نمیدادن تقریبا 1 دقیقه بعد فوراً تماس میگرفتن و الان مدت هاست من فکر میکنم 1 ماهی هستش که به تلفن‌های من جواب نمیدن، حتی نامه نوشتم براشون و به نامه منم جواب نمیدن. در واقع این شکلی شده کارشون که با من تموم شده، من رو گذاشتن کنار این یه ابزار و نه پولهای شرکام رو برگردوندند و نه کمکی کردن برای رأی دادگاه و حتی من ازشون خواهش کردم که اگر بتونند وثیقه‌ای که بودن 150 میلیون تومان بود و مربوط به سند پدرم میشد، گفتم که اگر پیش اون رو برگردیم و از صورت توقیف خارج کنیم، قول اون رو هم به من داده بودن ولی متاسفانه به اونها عمل نکردن و من مطمئنم که در دادگاه تنها خواهم بود و به خاطر همین مسئله گفتم این فیلم رو تهیه بکنم، فقط برای شما این فیلم رو تهیه بکنم و به یکی از دوستانم که یکی از صمیمی‌ترین دوستانم هست این فیلم رو بدم که اگر در دادگاه به صورت ناعادلانه محکوم شدم و به زندان رفتم، این فیلم رو هر جوری هست به دست شما برسونه تا شما از واقعیات مطلع بشید و بدونید که اداره ادیان با من چه کرد و با دیگران چه خواهد کرد. زمانی شما این فیلم رو خواهید دید که من در زندان هستم، چون قرار بر این است که اگر من در زندان قرار گرفتم و حکم بر من به صورت ناعادلانه اجرا شد، این دوستمون این فیلم رو به دست شما برسونه. قبل از اینکه شروع بکنم به گفتن واقعیاتی که تا به حال از ترس و وحشت پنهان مونده، باید خودم رو معرفی بکنم.